مادر شوهر من یه عقیده‌ای داره، میگه که تا کف خونه موقع تمیز کردن کف نکرده یعنی تمیز نشد. مادر شوهر گرامی، اگر با لمینت همچین برخوردی داشته باشه چه اتفاقی براش میفته؟ نگاه کن کامل بات کرده، به راحتی آسیب میبینه و شکننده میشه. میبینی؟ به راحتی آسیب میبینه و اینجوری کل هزینه‌تون هدر میره. اما کفپوش‌های اسپیسی فرق میکنه. کفپوش‌های اسپیسی براشون فرقی نداره یه لیوان آب روشون بریزه یا کل خونتون آب ببره، هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد، چون هسته‌ای که دارن از PVC و پودر سنگ تشکیل شده و هیچ اتفاقی براشون پیش نمیاد. حالا اگر شما تو خونه آدم وسواسی دارین یا دلنگرونین که پارکتاتون حالا رطوبت بگیره یا نم بزنه، برام کلمه 8 کامنت کنید که کاتالوگ این کار ماندگار رو براتون بفرستم.